بسم الله الرحمن الرحیم. آیا می دانید بهترین سیستم تعلیمی را کدام کشور دارد؟ بهترین سیستم تعلیمی را کشور فنلند دارد. پس در این ویدیو می بینیم که کدام خصوصیات باعث بهترین شدن سیستم تعلیمی فنلند شده و در ضمن آن یک راهنمایی برای تدریس اطفالتان در خانه. پس ویدیو را تا آخر تعقیب نمایید و اگر چینل تکامل ایژوکیشن را سابسکرایب ننموده اید پس چینل را سابسکرایب کنید. در فنلند اطفال در سن 7 سالگی به مکتب می روند و تا سن 7 سالگی تحت تعلیم پدر، مادر، پدرکلان و مادرکلان قرار دارند و آنها برای اطفال خود قصه می گویند. توسط قصه ها در آنها شخصیت سازی می کنند. صنف های تدریسی فنلند را اگر ببینیم جای تعلیمی کمتر و جای تفریح بیشتر به نظر می رسد، چون دانشمندان و ماستران در بخش تدریس می گویند اندازه‌ای که محیط تدریسی آرام و قابل قبول باشد همانقدر شاگردان بیشتر می آموزند. در سیستم تعلیمی فنلند به اطفال اجتماعی بودن را می آموزانند. با اطفال می آموزانند که احترام والدین را داشته باشند، روابط خوب با اقارب داشته باشند، با برادران و خواهران خود همکار باشند و بنابراین برای شاگردان مکتب کارخانگی دادن نمی شود تا شاگردان وقت سپری کردن با فامیل خود را داشته باشد. یک خوبی دیگر سیستم تعلیمی فنلند این است که بعد از 45 دقیقه تدریس یک تفریح 15 دقیقه‌ای وجود دارد. تحقیقات نشان داده بعد از 45 دقیقه تدریس مغز شاگردان خسته شده، تمرکز کاهش می‌یابد که میتوان این وضعیت را با 15 دقیقه تفریح اصلاح کرد. در سیستم تعلیمی فنلند از ابتدا برای اطفال پروژه ها داده می شود. برایشان مشکلات داده می شود که آن را حل نمایند و برایشان یاد داده می شود که چگونه مشکل را بررسی کنیم، چگونه پلان بسازیم و چگونه مشکل را حل کنیم. هدف این کار آنها آموختاندن شاگردان فقط چیزهایی که در زندگی به کارشان می آید می باشد و آنها تمام مضامین را به اندازه‌ای که در زندگی ضرورت است برای شاگردان خود می آموزانند. و یک نقطه خوب دیگر این سیستم این است که شاگردان را همیشه خوش نگاه می دارند و از اضطراب و تشویش آنها را دور نگهداری می کنند. پس به خاطر همین هدف استاد صنف اول شاگردان تا با صنف ششم همان صنف را تدریس می کند و تا با صنف ششم امتحان هم وجود ندارد. شاگردان لباس دلخواه خود را در مکتب می پوشند. برای اطفال کتاب، کتابچه، قلم و تمام ضروریات تعلیم از طرف مکتب رایگان پرداخته می شود و برای اطفال در مکتب غذا می دهند که یک غذای متوازن و نظر به ضرورت همان مرحله زندگی شاگردان می باشد که غذا ترکیب از سبزیجات پخته شده، ترکاری، کچالو، برنج، ماهی، شیر، نان، آب و میوه می باشد. در فنلند شاگردان برای 4 ساعت در مکتب می باشند. اگر فکر کنیم تا مکتب را در کشور خود دریابیم که همه این خصوصیات را داشته باشد پس مشکل است. پس از قرنطینه فعلی می توانیم این شرایط را برای اطفال خود مهیا سازیم و تدریس اطفال در خانه فایده های زیادی دارد که چند آن را بیان می کنم. اول این که وقتی می خواهیم اطفال خود را تدریس کنیم باید آمادگی بگیریم که در این حالت دانش خود را افزایش می دهیم. 2. یک فرصت برای ایجاد رابطه خوبی با اطفالتان است. طوری که یک دانشمند گفته اگر شما بهترین دوست اطفالتان نشوید پس به یاد داشته باشید که بدترین دوستها در انتظار آنها خواهند بود. 3. شما بهتر از هر کس اطفالتان را احساس کرده می توانید و همچنان بهتر از هر کس آنها را متاثر کرده می توانید که این دو خصوصیت در تدریس اهمیت خاصی دارند. 4. یک اعتماد بین شما و اطفالتان ایجاد می شود که برای تمام عمر باقی می ماند. خلاصه این که استاد بهتر از والدین برای اطفال وجود ندارد. پس لطفاً
اطفالتان را بیاموزانید. لایک و شیر کردن ویدیو را فراموش نکنید. تشکر.